دیروز یک آدم شنیدم میگفت که امام بخاری به نظر خودش تعریف دارد برای تاجیک بودنشان، ولی امام بخاری 100% تاجیک هستند. شما اگر با امام بخاری فخر کردنی باشید، کتاب صحیح بخاری خوانید، فهمید برای چی امام بخاری کتابش رو به زبان عربی نوشتن. از یک جهت فخر دارید، ملی‌گرایی دارید که تاجیکی ما بود، از جهت دیگر غافل از آن که صحیح بخاری که تعریف دارید اون به زبان عربی نوشته شدگی است. این یک. دومش این که شما طبق گفته های بخاری عمل کنید. امام بخاری فقه و فهم و فهمیش و اعتقاد خودش در عنوان های باباش گذاشتگی است. دیگر اینکه این گوینده میگه که امام بخاری کتاب صحیح بخاری نوشت و تمام باقی مانده حدیث ها ضعیف است. میگن این گپ غلطی عظیم است. امام بخاری خودش هم میگن که و ما ترکته من الصحیح اکثر، آن حدیث های صحیحی که من در بیرون صحیح بخاری ترک کردم او زیادتر است از آن چیزی که در داخل صحیح بخاری است. امام بخاری از خودشان ثابت است که گفتن که من 300 حدیث از یاد میدم، 300,000 حدیث، 200,000 حدیث ضعیف میدونم، 100,000 حدیثی صحیح میدونم. 100,000 در بخاری، یعنی اگر تکراراش حساب نکنیم زیاده از 2000 حدیث است، با همراهی تمام تکرارهاش با رقم گذاری محمد فؤاد عبدالباقی 7563 حدیث است. 7000. امام بخاری گفتن که من 100,000 حدیث میدونم، حدیث صحیح 7000ش آوردیم. این دلالت میکنه که 92000 دیگه در بیرون صحیح بخاری هست. بنابراین گفتن که آن حدیث های صحیحی که در بیرونی بخاری هست اونها زیادتر هستن از آن چیزی که در داخل هستن. این آدم معلوماتش عالی، یک شخصیتی، یعنی که منصبش بلند، میگوید که یعنی که تمام حدیث هایی که ضعیف است امام بخاری و اون ترک کرد. هر چیزی که صحیح هست در داخل صحیح بخاری آورد. این گپ غلط است. کاش اقلا به همون 7000 حدیثی که در داخل صحیح بخاری است عمل میکردید، میفهمیدید. اقل عمل نکنید، اقل یه بار خوانده معلومات میگرفتید. بنابراین مثال حدیث ها هست در سنن ترمذی صحیح هست، در سنن ابو داود، حتی در سنن ابن ماجه، در مسند امام احمد. همگی الان در دنیا، امام بخاری هم این گپ گفته بودن، حاضرم علما شماریدن در دنیا عین حال 300,000 حدیث به ما رسیده آمده است. 200,000 حدیثش ضعیف، 100,000 حدیث صحیح است. در بخاری فقط 2-3 هزار حدیث است برادران. در غیر بخاری هم حدیث های صحیح است.